سلام عزیزان، این شیرینی برگ بیدی اصفهانه. آیا درست انجام شده یا نه؟ نظر با اصفهانیای عزیز. برای تهیه این شیرینی من حدود 200 گرم آرد شیرینی پزی دارم. یک چهارم قاشق چایخوری خمیر مایه، یک دوم قاشق چایخوری پودر نشاسته و 5 قاشق آب. یک تخم مرغ کوچک حدود 30 گرم و 2 قاشق غذاخوری روغن مایه. بعد اینا رو با هم مخلوط میکنم. یه مقداری که خمیر رو با هم مخلوط کردم میتونم اونو روی سطح صافی ورزش بدم. اگر نیاز به آب بود میتونین 1-2 قاشق آب به اون اضافه کنین، چون نهایتاً باید یک خمیر نرم و لطیف داشته باشیم. فکر میکنم 1 قاشق دیگه آب نیاز دارم. حدود 10 دقیقه خمیر رو ورز میدم و بعد از اینکه کاملا ورز دادم خمیر رو جمع میکنم و بعد برای مدت 1 ساعت خمیر رو استراحت میدم. برای شیرینی برگ بیدی هم مثل زولبیا و بامیه نیاز به شربت بار داریم. 2 لیوان شکر و 1.5 لیوان آب. بعد روی حرارت میذاریم، حرارت ملایم، تا به جوش بیاد و یه مقداری جوش بخوره. بعد یه مقدار زعفران دم کرده به اون اضافه میکنین. میتونین از رنگ خوراکی مجاز هم استفاده کنین. دور ظرفمون رو با آب لیمو و برس میشوریم تا شکرک نزنه. در ضمن هم نمیزنیم تا زمانی که آب لیمو یا گلوکوز مایع رو بهش اضافه کنیم. من گلوکوز مایع استفاده کردم. به جای این میتونین از آب لیمو هم استفاده کنین. 1 قاشق گلوکوز مایع یا 1 قاشق غذاخوری آب لیمو. بعد 1 قاشق غذاخوری گلاب داخل شربتمون میریزم. غلظت شربت به این شکل باید باشه، خیلی سفت نباشه، چون بعد از سرد شدن هم یه مقداری سفت میشه. حدود 20 دقیقه کافیه. بعد از 1 ساعت پف خمیر رو میگیرم، یه مقدار دیگه اونو ورزش میدم. از خمیر گلوله‌های کوچیکی درست میکنم و بعد با دستگاهی رشته بری اونا رو به شکل بیضی در میارم. از شماره 3 دستگاه استفاده میکنم. میتونین این کار رو با وردنه انجام بدین و گلوله های خمیر رو به این شکل در بیارین. بعد روی این صفحه مشبک میذارم و روی اون طرح میندازم روی خمیرا. شما میتونین برای طرح انداختن از هر چیزی که در دسترس دارین استفاده کنین. مثلا میتونین از رنده استفاده کنین به جای این. به این شکل.
اگر فکر میکنین روی رنده میچسبه میتونین یه مقدار خیلی کمی روی رنده رو چرب کنین تا بهتر اثر بذاره. همینطور میتونین از رنده ریز استفاده کنین و به این خوبی طرح داشته باشین روی خمیر. بعد خمیرا رو توی روغن که یه مقداری داغ کردم میذارم. حرارت متوسط باشه. خمیر باید توی روغن غوطه‌ور باشه. صبر میکنیم. یه طرف خمیر که رنگ انداخت برمیگردونیم تا طرف دیگه اونم رنگ بندازه و بپزه. بعد اونا رو توی شربتی که از قبل آماده کردیم میذاریم و کامل زیر شربت میکنیم شیرینی رو. این کار رو بلافاصله بعد از اینکه از توی روغن در آوردیم انجام میدیم. شربت یه مقداری ولرمه. و بعد از شربت بعد از حدود 1 دقیقه خارج میکنیم شیرینی رو. بفرمایید این هم برگ بیدی اصفهان. یه شیرینی خوب مثل زولبیا و بامیه مناسب برای ایام رمضان. دوستان عزیز، لایک و اشتراک فراموشتون نشه. خدا نگهدارتون.